به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا شروع میکنیم. این کتاب شامل 4 مجموعه کتاب هستش که داستانهای شاهنامه رو به نثر درآورده. این کتاب پدیدآورنده‌اش شاهنامه به نثر ابوالقاسم فردوسی طوسی و گردآوری این مجموعه ها رو خانم زهره شیشه‌چی انجام داده. این کتاب برای نوبت اولش در سال 1396 در تهران توسط نشر آتیسا چاپ شده و در سال 1397 به نوبت چاپ 4 رسیده که در اختیار من هستش. ابتدا مقدمه کوتاه رو از آقای ابوالقاسم فردوسی برای شما من میخونم و چون که 4 جلد کتاب داره این مجموعه، دیگه در 3 جلد بعدی مقدمه رو نخواهم خوند و فهرستش شامل ستایش خرد، کیومرث، هوشنگ، طهمورث، جمشید، ضحاک، فریدون، پادشاهی منوچهر و پادشاهی نوذر هستش. با من همراه باشید که شاهنامه رو به نثر با همدیگه ورق بزنیم و این کتاب زیبا رو کشفش کنیم. پیشگفتار: حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی از حدود 319 تا حدود 397 هجری شمسی شاعر حماسه سرای ایرانی و سراینده شاهنامه فردوسی که مشهورترین اثر حماسی فارسی می باشد و طولانی ترین اثر منظوم به زبان فارسی تا زمان خود بوده است. نگارش شاهنامه در حدود 30 سال به طول انجامید. فردوسی در شاهنامه از دودمانهای پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان، ساسانیان نام برده است. آثار دیگری نیز به فردوسی نسبت داده شده است که اکثر صاحب نظران آنها را مردود دانستند که معروفترین آنها مثنوی یوسف و زلیخا، گرشاسب‌نامه و هجوی علیه سلطان محمود می باشد. آثار فردوسی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و حتی در دانشگاه‌های معروف دنیا از جمله دانشگاه کمبریج انگلستان مورد مطالعه قرار گرفته است. به تازگی جدیدترین تحقیقات درباره شاهنامه در مرکز مطالعات خاورمیانه و اسلامی این دانشگاه منتشر شده است. استاد ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ حماسه سرای ایرانی، یکی از شاعران مشهور عالم و از ستارگان درخشنده آسمان ادب فارسی و از مفاخر نامدار ملت ایران است. نام او و پدرش در البنداری حدود سال 620 هجری که ترجمه شاهنامه از فارسی به عربی می باشد، منصور ابن حسن آمده است. نام و لقب شاعری او در قدیمی ترین کتاب‌های معتبر یعنی تاریخ سیستان و 4 مقاله نظامی عروضی ابوالقاسم فردوسی نگاشته شده است و در این موضوع تردیدی نیست. محل تولد او را نظامی عروضی قریه باج از ناحیه طائران طوس و دولتشاه سمرقندی قریه رزان طوس ذکر کرده است. البته نظر عروض را به سبب قدمت بیشتر باید مورد قبول و اعتماد قرار داد. سال ولادت استاد معلوم نیست و اگر بخواهیم از روی تاریخ ختم شاهنامه و مقایسه آن با سن فردوسی مطلب را معلوم کنیم دچار اشکالات عجیب خواهیم شد. مثلا فردوسی از 58 سالگی تا 76 سالگی خود را در شاهنامه نشان داده است. در نسخ معمول شاهنامه تا 71 سالگی شاعر را می‌یابیم و آن در پایان شاهنامه است. آنجا که از خاتمه کار یزدگرد سخن گفته است: چو سال اندر آمد به 71 همی زیر شعر اندر آمد فلک. و تنها نسخی که
در آنها از 76 سالگی شاعر سخن رفته 2 نسخه خطی شاهنامه، یکی متعلق به کتابخانه لیدن از کشور هلند و دیگر نسخه خطی متعلق به کتابخانه استراسبورگ از کشور آلمان است که در آنها این ابیات یافت می شود. کنون سالم آمد به 76، غنوده همی چشم بیمار فش، و شاید نزدیک شدن عمرش به 80 هم اشاره به همین سال باشد. کنون عمر نزدیک 80 شد، امیدم به یک بار برباد شد. خاندان فردوسی صاحب مکنت و ضیا و عقار بودند. این مطلب از اشارات مختلف تاریخی و اقوال گوینده در موارد متعدد نیز مدلل و ثابت می‌گردد. نظامی عروضی گوید که فردوسی در دیه باز شوکتی تمام داشت و به داخل آن ضیا از امثال خود بی‌نیاز بود و فردوسی خود هم به رفاه حال و سعه عیش خود در جوانی اشاره کرده و گفته است: الا ای برآورنده چرخ بلند، چه داری به پیری مرا مستمند؟ چو بودم جوان برترم داشتی، به پیری مرا خوار بگذاشتی. به جای عنانم عصا داد سال، پراکنده شد مال و برگشت حال. اما چنان که از همین ابیات و ابیات متعدد دیگر شاهنامه به خوبی برمی آید، استاد شاعر به خاطر نظم شاهنامه و گذراندن عمر در این راه ثروت خود را از دست داد و در پیری تهیدست و فقیر شد. از چند و چون تحصیلات و آگاهی او از علوم روزگارش اطلاع دقیقی در دست نیست، اما از خلال شاهنامه به نیکی دانسته می شود که وی بر ادب عرب و فلسفه و کلام عصر خویش تسلط داشته است. شاید به حدس و تقرب بتوان گفت که وی مستقیم یا غیر مستقیم از بلاغت یونانی آگاهی هایی داشته است و این نکته از قیاس شاهنامه با متون مشابه آن از نظر فن صحنه‌آرایی به خوبی درک می شود. گرچه مجموعه این آگاهی ها ممکن است نتیجه شناخت ذوقی و قریحه تابناک فردوسی نیز باشد. فردوسی چنانچه از خلال شاهنامه و قراین خارجی دانسته می شود سراسر عمر در وطن خویش توس اقامت داشته و جز 1-2 بار به سفر نرفته است. سفرهایی افسانه‌ای در تذکره ها بدون نسبت داده‌اند که پذیرفتن آنها دشوار است. اما احتمال اینکه پس از ختم شاهنامه خود آن را به غزنه نزد سلطان محمود برده باشد امری است که اگرچه مسلم نیست دلیل قطعی نیز در رد آن نداریم. به هر حال در شاهنامه هیچ اشاره‌ای به سفر غزنین او نشده است. فردوسی از تاریخ نیاکان خود و از داستانها و افسانه شاهد و تاریخ ایران اطلاع یا به دانستن آنها شوق و علاقه داشته است و تربیت خانوادگی او وی را به این کار تشویق می‌کرد و به همین سبب است که به این کار عظیم دست زد و چنان که خواهیم دید تا موقعی که گرفتار فقر و تهیدستی نشد، یعنی مال و ثروت اجدادی را بر سر کار شاهنامه نگذاشت، به دربار شاهان و جوایز ایشان توجهی نمی‌کرد. فردوسی در سرودن شاهنامه گذشته از روح وطنخواهی و احساسات میهنی کمابیش مشوقانی داشته است. او خود از چند فرد نامی یاد کرده است که ایشان به نحوی در تشویق او کوشیدند. یکی از آنان که بیش از همه مورد ستایش اوست کسی است از اشراف و فرمانروایان آن عهد که فردوسی صفاتش را برمی شمارد اما به صراحت نام او را نمی گوید. شاهکار فردوسی شاهنامه است که راجع به تاریخ قدیم ایران از آغاز تمدن ایرانی تا انقراض حکومت آن به دست اعراب است. این دوره ممتد تاریخی به 50 پادشاهی تقسیم می شود که از حیث طول زمان و وقایع با یکدیگر متفاوتند. در شاهنامه 3 دوره متفاوت می توان تشخیص داد. اول
دوره اساطیری، دوم دوره پهلوانی، سوم دوره تاریخی. دوره اساطیری از عهد کیومرث تا ظهور فریدون، دوره پهلوانی از قیام کاوه تا قتل رستم و دوره تاریخی از اواخر عهد کیان به بعد. ولی این قسمت نیز آمیختگی تمام با افسانه و داستان‌های حماسی دارد و شاهنامه فردوسی بر اثر نفوذ شدیدی که در میان طبقات مختلف ایرانیان یافت، در تمام ادوار تاریخ بعد از قرن پنجم مورد توجه بود و توجه عموم طبقات و اهمیت مقام ادبی آن باعث شد که بسیاری از شاعران به استقبال و ساختن منظومه نظیر آن همت گمارند و به همین سبب از اواخر قرن پنجم تا چند قرن گروه بزرگی از شاعران منظومه‌های حماسی به تقلید از آن پدید آوردند. ولی هیچ یک نتوانستند چون فردوسی از عهده این کار شگرف برآیند. شاهنامه به زبانهای زنده دنیا مانند انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، روسی، سوئدی، ایتالیایی، اسپانیایی و دانمارکی ترجمه شده است. با توجه به اینکه سلطان محمود در سال 389 به پادشاهی نشسته است، به خوبی روشن می‌گردد که فردوسی تقریباً 18 سال پیش از سلطنت محمود نظم شاهنامه را آغاز کرده و انگیزه جز زر و سیم وی داشته است. پس نتیجه میگیریم که فردوسی نظم شاهنامه را به خاطر یک هدف مقدس، یعنی زنده کردن زبان و داستانهای ملی ایران و حفظ و استقلال کشور آغاز کرده و به پایان رسانیده است. بسی رنج بردم در این 30 سال، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیفکندم از دست کاخی بلند، که از باد و باران نیاید گزند. شاهنامه پرمایه ترین دفتر شعر فارسی و مهمترین سند عظمت و فصاحت این زبان است و داستانهای ملی و تاریخی قوم ایرانی در آن به بهترین وجه سروده شده است. شیوه بیان آن ساده و روشن است. از استعمال لغات عربی ابایی ندارد، اما در این کار افراط و تفریطی نیست و در قالب موارد سخن را کوتاه می‌گوید و از پیرایه سازی و عبارت پردازی اجتناب می‌کند. مأخذ عمده شاهنامه فردوسی ظاهراً شاهنامه نصر ابومنصوری بوده است که قسمتی از مقدمه آن هنوز باقی است، ولی به سبب استقبال فوق‌العاده شاهنامه منظوم فردوسی توسط مردم از بین رفته است. داستانهایی را که در این کتاب بوده است، فردوسی با نهایت دقت به نظم درآورده و سعی داشته است چیزی از اصل آنها نکاهد. این داستانها شامل شرح جنگ‌های ایرانیان با اقوام تورانی بوده است که رستم قهرمان آنهاست. گذشته از این داستانها، مطالبی در باب تاریخ ساسانیان در شاهنامه آمده است که چیزی بین تاریخ و افسانه است. شاهنامه ابومنصوری که مأخذ اصلی شاهنامه فردوسی است، به امر ابومنصور طوسی والی طوس و سپهسالار خراسان به دستیاری چند تن از زرتشتی‌های خراسان و سیستان تحت نظارت ابومنصور معمری تدوین شده است در سال 346 هجری قمری و ظاهراً بر مجموعه‌ای از روایات خدایی‌نامه و کتب دیگر مثل آیاتکار زریران، یادگار زریران، کارنامه اردشیر بابکان و داستان بهرام چوبین مبتنی بوده است. به هر حال قسمت عمده مأخذ آن که در شاهنامه فردوسی نیز منعکس شده است، متعلق به روایات مربوط به اواخر عهد ساسانی بوده است. آنچه در اینجا ذکر شد به جهت آشنایی با این شاعر گرانقدر ایرانی بود، اما این را باید دانست که برای فهم بهتر هر مسئله میباید آن را ساده کرد، به این معنی که لغات و واژگان سخت و دشوار به زبان ساده و قابل فهم تبدیل شود تا خواننده از خواندن آن دچار خستگی نشود. به این منظور در این کتاب سعی بر این شده است که شاهنامه را به زبان ساده و نثر روان به شما عزیزان تقدیم کنیم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. شروع هر کاری با نام خداوند است، خدای بزرگی که انسان را آفرید و از روح خود در آن دمید و به او جان داد. خداوندی که بزرگترین راهنمای ما انسان هاست و روزی رسان است. او آفریننده آسمان ها، زمین و روشنی بخش ماه و خورشید است. خب با هم کتاب رو با عنوان ستایش خرد شروع می‌کنیم. خدای بزرگی که از همه چیز و همه کس برتر است و هیچ کس و هیچ چیز توان رویارویی با او را ندارد، او خدایی است که انسان را با دو چشم بینا آفریده تا در جهان به جستجو بپردازد. او خدای بزرگی است که هیچ کس نمیتواند او را آنطور که هست بشناسد و عقل در شناسایی او ناتوان و عاجز است. او خدای بزرگی است که هیچ کس جز او شایسته ستایش و پرستیدن نیست. از همه چیز و همه کس برتر است، آنقدر والا مقام است که تنها و تنها او را میبایست پرستش کرد. کیومرث یا کیومرث در تاریخ نگاری ها و داستان های ایرانی و کیومرث یا گیومرث در تاریخ نگاری های اسلامی و گیومرث یا گیومرث یا گیوکمرث در زبان پهلوی همگی از واژه اوستایی گیه مرته ریشه گرفته است. بخش گیه به معنی جان و بخش، مرد در معنای مردن است. مرد یعنی در گذشتنی، میرا و فانی و بدین سان گیه مرد به معنای زندگانی میرا یا حیات فانی است. به سخن دیگر، انسان و آدمی چون سرانجام آن فنا و زوال است، زنده میراست. کیومرث بر یک مفهوم مجرد شخصیت یافته‌ای دلالت دارد که معنی آن زندگی میرا، زندگی انسانی است. به نظر می رسد که تمایل به شخصیت دادن به مفاهیم مجرد در دوره نوآوری زرتشت تحول یافته است. درست است که مفهومی چون رته، نظم قانونی و مقدس، در دوره هند و ایرانی نقشی داشته است، اما احتمالاً آن زمان از این مفهوم یک خدای مستقل تصور نمی شده است. آنچه که فردوسی در اینجا نقل می کند برگرفته از حرفهای دهقانان است که در آن عنوان شده. اولین کسی که در این جهان بوده و تاج پادشاهی بر روی سرش گذاشته کیومرث بوده. این صحبتها مربوط به زمانهای قبل است که هیچ کس از آن دوران چیزی به یادش نمی آید. کیومرث از اولین پادشاهان کشور ایران در شاهنامه است که 30 سال پادشاهی کرد. فردوسی چنین اظهار می دارد که او در کمال و بزرگی تاج بر سر گذاشت، ولی از دوران او اطلاعی در دست نیست. زمان کیومرث مانند زمانی نیست که پسر از پدر یاد نماید یا احوالات و خاطرات پدر را بتواند مو به مو بازگو کند. آنچه که مسلم است کیومرث از دیگران در اخلاق و آدمیت برتر بوده است. فردوسی که از خویش به عنوان پژوهنده آثار و نامه‌های کهن نام میبرد و از نامآوران و پهلوانان ایران باستان صحبت میکند، راجع به کیومرث اینگونه اظهار می‌دارد که او نخستین کسی بود که آیین تاج و تخت را پدید آورد یا احیا نمود. پیش از او در میان اقوام ایرانی دولتی وجود نداشت. حکومت کیومرث از روز نوروز که جهان پر از فر و آیین و آب است آغاز می شود. دشت و صحرا پر از سبزه و گیاه و آفتاب گرمابخش. درخشان چون این روزی است که کیومرث تاج شاهی بر سر گذاشت. کیومرث شد بر جهان کدخدای، نخستین به کوه اندرون ساخت جای. سر بخت و تختش برآمد به کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. احوالات کیومرث و قبیله‌اش از ابیات فوق چنین متصور می‌گردد که او نه تنها پادشاه بزرگی نبود، بلکه تنها کدخدای دهکده
یا قبیله خیش که همان عجم باشد بوده است. منزل و مأوای نخستشان در دل کوه قرار داشت. یعنی احتمال می رود از کوهستان نشینان بوده که خانه یا اقامتگاهش در دل کوه قرار داشت. البسه ها و تنپوش های کیومرث و گروهش نیز جامه های بافته شده نبود، یا به عبارتی هنوز به هنر پارچه بافی آشنایی نداشتند. از پوست حیوانات اهلی و وحشی مانند پلنگ پوششی برای خویش تهیه می نمودند. 2 می شدندی بر تخت او، از آن بر شده فر و بخت او. به رسم نماز آمدن بیش پیش، و زو برگرفتن آیین خویش. بدین منوال کیومرث در شاهنامه نخستین پادشاه دانسته شده است که 30 سال کدخدایی جهان را بر عهده داشت. در شاهنامه نیز مانند متون پهلوی به کوهنشینی کیومرث اشاره شده است. به علاوه او کسی است که پلنگین بر تن می کند و کشاورزی هم در زمان او آغاز می شود. کیومرث فرزندی داشت به نام سیامک که به دست فرزند اهریمن یعنی دیو سیاه در زمان حیات کیومرث کشته می شود. کیومرث از این ماجرا غمگین می شود و هوشنگ پسر سیامک را با لشکری به جنگ دیو می فرستد. و پس از گرفتن انتقام سیامک عمر کیومرث نیز به پایان می رسد. دوران پادشاهی کیومرث پیش از کشف آهن بود و ایرانیان فن استخراج آهن را در زمان هوشنگ یاد گرفتند که البته دستیابی به آهن مستلزم کشف و حفظ آتش بود که این مهم در زمان هوشنگ تحقق یافت. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش ز آهن جدا کرد سنگ. سرمایه کرد آهن آبگون، که از آن سنگ خارا کشیدش برون. از کیومرث فقط یک پسر به جا ماند که همانند پدر هم با ذکاوت و هم زیبا بود و کیومرث طاقت دوری از او را نداشت. سیادت و برتری کیومرث بدون هیچ اتفاق ناگواری سالها سپری شد و حکومت او هر روز بیش از پیش فروزنده تر می شد. کسی هم با او دشمنی نداشت مگر یک نفر که آن هم اهریمن بدزاد بود. اقبال و درخشش فر ایزدی کیومرث رشک و حسد اهریمن را به جوش آورد و سراپای وجودش از کینه کیومرث لبریز شد. آنگاه نسبت به استمرار دولت کیومرث بحث‌ها و جدل‌ها به راه انداخت و عاقبت مسبب فنای دولت او گردید. اهریمن برای به دست آوردن این هدف فرزند خویش را که پهلوانی گردسیرت بود برانگیخت و او را مهیای جنگ با کیومرث نمود. خبر تدارک سپاه دیو که پسر اهریمن سپهسالار کشور دیوان برای حمله به کشور کیومرث انجام داد توسط جاسوسان به گوش سیامک رسید و سیامک از اقدام اهریمن و پسرش به خشم آمد و با سپاه اندکی که داشت بر دیوان تاخت. کیومرث از این موضوع خبر نداشت. حتی خبر نداشت که فرزندش به جنگ با دیوان رفته است. در چنین اوضاعی بود که بار دوم سروشی خجسته مانند پریان خبر آورد که دیو ستمگر سیامک را کشته است. شاهزاده سیامک هنگام رفتن به جنگ چرمین پلنگی به تن کرد و با سپاهی اندک رهسپار نبرد شد. شاهنامه یادآور می شود که در زمان مزبور هنوز جوشن و لباس رزم وجود نداشت یا ایرانیان هنوز موفق به تهیه آن و سایر آلات جنگی نشده بودند. حتی آیین جنگ و خونریزی برای ایرانیان مفهومی نداشت. کیومرث از خبر قتل سیامک بر سر و سینه زنان از سخت پایین آمد و با چشمهایی پر از اشک و موهایی چنگ انداخته به عزا نشست. حتی حیوانات اهلی و وحشی نیز به درگاه صف کشیدند و چنین متصور است که همه به جانب کوهستان رهسپار شدند. احتمالاً به سبب شکست غیرمنتظره سیامک ایرانیان وطن خویش را رها نموده به کوچ اجباری دست زدند. خطر حمله دیوان قریب الوقوع بود و ارتش کیومرث توان مقابله با آنها را نداشت. ایرانیان چند سالی در کوهستان به سوگ نشستند و برای سیامک عزاداری کردند که دوباره از جانب خداوند فرشته‌ای به نام سروش
بر کیومرث نازل شد. پس از درود بر ایشان او را بشارت به توقف عزا و ترغیب جنگ با دیوان داد. این احوالات کیومرث مبین آن است که وی از اولیا بوده و مراوده فرشتگان با او دلیل بر شخصیت دینی و مذهبی وی است. اصولا فرشتگان جز پیامبران بر کسی نزول نکردند. نشستند سالی چنین سوگوار، پیام آمد از داور کردگار. درود آوریدش خجسته سروش، کزین بیش مخروش و بازار هوش. سپهساز و برکش به فرمان من، برآور یکی گرد از آن انجمن. در بیت آخر خداوند فرمان می‌دهد و کیومرث فرمان او را اطاعت می‌نماید. مدت کوهستان نشینی کیومرث با قومش را شاهنامه ذکر نمی‌کند. پادشاه کیانیان پس از شنیدن فرمان خداوند دستها را به طرف آسمان بلند کرده و نفرین بر دشمنان می‌کند. نام خداوند را بر زبان جاری ساخته و چشمانش را از اشک پاک نموده به عذاب پایان می‌بخشد تا به انتقام و خونخواهی سیامک برخیزد. شب و روز آرامش و آسایش را بر خود حرام می‌کند تا آیین مزد سینا را احیا و آیین خروزان یا خروزان دیو را از روی زمین محو نماید. خجسته سیامک یکی پور داشت که نزد نیا جاه دستور داشت. گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. اسم پسر سیامک هوشنگ بود که او هم مانند پدرش بسیار زرنگ و باهوش بود و به فکر انتقام پدر بود و به انتقام و خونخواهی از او لشکری بزرگ را آماده کرد تا به جنگ با اهریمن بدکردار برود. سپاهی که هوشنگ مهیا کرده بود شامل درندگان جنگل مثل شیر و گرگ و پلنگ میشد که همگی دلیر و با تجربه و کارآزموده بودند. هوشنگ که در درونش حس انتقام موج میزد آماده جنگ شد. پری و پلنگ انجمن کرد و شیر، ز درندگان گرگ و ببر دلیر. سپاهی دد و دام و مرغ و پری، سپهدار پرکین و کندآوری. پس پشت لشکر کیومرث شاه، نبیره به پیش اندرون با سپاه. فردوسی سپس به شرح جزئیات نبرد میان هوشنگ با دیوان می‌پردازد. بیامد سیه دیو با ترس و باک، همی به آسمان برپراکند خاک. درندگانی که در سپاه هوشنگ بودند آنقدر بلند نعره می‌کشیدند که سپاه دیو سست شده بود. ز هرای درندگان چنگ دیو، شده سست از خشم کیهان خدیو. جنگ میان دو سپاه در گرفت و هوشنگ مثل شیری درنده به سپاه دیو زد و او را به زیر پاهایش انداخت و نابود و خوارش کرد و به این صورت توانست انتقام پدرش را بگیرد. با گرفتن انتقام سیامک به وسیله هوشنگ دوره پادشاهی کیومرث تمام شد و نوبت پادشاهی هوشنگ فرزند سیامک رسید. اما بریم به داستان هوشنگ. هوشنگ به معنای کسی که منازل خوب فراهم سازد یا بخشنده خانه‌های خوب می باشد. وی نخستین شاهی بود که اهورامزدا آتش را به وی شناسانید. همچنین نخستین استخراجگر آهن، نخستین آهنگر و نخستین قربانی کننده است. بر پایه گفته‌های شاهنامه وی نقش زیادی در یک جانشینی مردم و گسترش شهرنشینی داشته است. وی در شاهنامه پسر سیامک و نوه کیومرث است که انتقام قتل سیامک را از اهریمن می‌گیرد و پس از کیومرث به پادشاهی جهان می‌رسد. همچنین یافتن آتش و برپایی جشن سده را در شاهنامه و اسطوره‌های ایرانی به او نسبت می‌دهند. هوشنگ مردم زمان خود را با آبیاری، صنعت و جدا کردن آهن و سنگ و ساختن ابزار آهنی آشنا ساخت و به ایشان کشاورزی آموخت. در شاهنامه آشپزی،
پختن نان و گله‌داری از آموزه‌های او برای مردم به شمار می‌رود. پیدایش جشن سده نیز به هوشنگ نسبت داده می‌شود. یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیه رنگ و تیره تن و تیزتاز. دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون، ز دود دهانش جهان تیره گون. بنا به گفته فردوسی، هوشنگ به همراه گروهی از یارانش به کوهی می رود و در کوه ماری سیاه با چشمانی سرخ که از دهانش دود بیرون می آمد به طرف آنها می آید. هوشنگ برای اینکه مار به آنها آسیب و صدمه‌ای نزند، سنگی را از زمین برداشت و به طرف مار انداخت و بر اثر برخورد دو سنگ با همدیگر آتشی شعله‌ور می شود. نشد مار کشته ولکن ز راز، از این طبع سنگ آتش آمد فراز. جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همی کرد و خواند آفرین. اگرچه که مار با برخورد سنگ هوشنگ کشته نشد، اما هوشنگ موفق به اختراع آتش شد. بنابراین هوشنگ دستان خود را بالا برد و خداوند را به خاطر این نعمت شکر کرد. بعد از آن همراه دوستان و یارانش هنگامی که شب شد آتشی مانند کوه روشن کردند و همه دور آن جمع شدند و جشن گرفتند که همان جشن سده است که در آن خداوند را به خاطر آفرینش آتش شکر می‌کنند و این جشن به عنوان یادگاری از دوران هوشنگ باقی مانده است. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. ز هوشنگ ماند این سده یادگار، بسی با چونو دگر شهریار. از دیگر کارهایی که هوشنگ انجام داد این بود که او بعد از کشف آتش موفق شد آهن را از سنگ آهن جدا کند و شغل آهنگری را به وجود آورد و سپس با کمک آهنگری توانست اره و تیشه و ابزار بسازد. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، از آهنگری اره و تیشه کرد. خب دوستان عزیزم، دیگه وقت به من اجازه نمیده که این کتاب زیبا رو برای شما بخونم، ولی حتما به شما پیشنهاد میکنم که این سری از مجموعه های نثر داستان های شاهنامه رو بگیرید و تا انتها بخونید و لذت ببرید، هم از قصه و هم از اشعار زیبای فردوسی جان. من سعی میکنم که 3 جلد دیگه کتاب رو برای شما حتما بخونم و بذارم. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.